آخه چقدر میخوابی؟ خسته نشدی رو تختت اینقدر بلو شدی؟ تو اون اتاق چه خبره؟ همش تو اون اتاقی؟ چی کار میکنی؟ نه خوردنت معلومه، نه خوابیدنت معلومه، نه بیرون رفتنت، نه درس خوندنت، هیچی معلوم نیست بچه. معمولا بچه داره با اون رفتارش به پدر مادرش یه سری چیزا میگه. حالم خوب نیست، نمیتونم غذا خوب بخورم، یا غذا نمیخوره، یا غذا زیاد میخوره، خوابش به هم میریزه، ارتباطاتش کم میشه. اینا همه نشانه های چه بیماریه به نظر شما؟ یک حالت خلق پایین به نام افسردگی، اگر در بچه بیشتر از 2 هفته طول بکشه. اینا زنگ خطریه برای پدر مادرها که بچه ها رو جدی نمیگیرن. ما کارکرد بچه ها رو میتونیم ببینیم، تشخیص بدیم، ولی ذهن بچه رو ما تشخیص نمیدیم. پس بهتره برای اینکه بفهمیم واقعا رو ذهن اون بچه چی میگذره و چه حال و هوایی داره، بهتر با یه نفر که یکی تو این زمینه تخصص داره مشورت بگیریم. چون این بچه غیر از جسمش و روانش به هم ریخته، باید تشخیص داده بشه، حتی نیاز داشته باشه دارو بگیره موقت و این علائم شناخته بشه و کمک بشه برای حال بهتر بچه. پس پدر مادر عزیز، میدونم همه هم غم شما بچه هاتونن، پس بهتره که ما تو این مسیر همراهشون باشیم و بچه ها به آرزوهای قشنگشون برسن.